سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به اولین ولاگ. اینجا ساعت 9 صبح و ما داریم حرکت میکنیم به سمت مقصد. تا اومدم فیلم بگیرم رفتیم تو تونل. مرسی، ممنونم. اینجا بنده بعد از 2 سال دارم میرم که دریا رو ببینم و خب قطعا خیلی خوشحالم. ولی سوال باشه که چرا میخوایم بریم قطب شمال با این لباسا؟ در اشتباهی داریم میریم جنوب. سرده. شاهد تغییر مود من و سیسی هستین بعد از 2 ثانیه. خیلی داره خوش میگذره. رسیدیم به نخلا و کم کم داشت یه سوال جنوب بهم دست میداد و خب اینجا راستش نمیدونم کجاست. اینجا رسیدیم به پارسیان و جایی که سلام از مکانی که اومدیم. بعد از 1 شب اقامت به سمت بندر بوستان رو حرکت کردیم و رسیدیم به دریا. حرف نزن یه لحظه. تمام ولاگ من شد همین دیگه، یعنی گروه از همین ولاگ میگیرم بیشتر. اینجا متاسفانه خیلی زیاد باد می اومد، مجبور شدم صدای ویدیو رو قطع کنم، ولی خب از صحنه لذت ببرید. بعد از بوستان رو رفتیم به سمت گردنه اشاق و ساحل مکثر که به شدت قشنگه و واقعا پیشنهاد میکنم که از دستش ندید اگه رفتید جنوب. خب دیگه عکاسی کافیه، باید بریم که نهار بخوریم. اینجا رفتیم خونه ناخدا عماد و یه نهار مشتی زدیم که جای هم از اون خالی، واقعا عالی بود. خب من بشنم وای خیلی خوشگله. بعد از اینکه از پارسیان خارج شدیم به سمت کوشکنار رفتیم، یه روستای خیلی دنج و کوچولوی خوشگل پامزه است که مردم خیلی خیلی مهربونی داره و خیلی آروم و ساکت بود. اینجا ساعت 12 شبه. تصمیم گرفتیم که بریم فلافل بزنیم. صبح شد رفتیم بندر تبن و اینجا هم خیلی ساحل تمیز و قشنگی داشت، اما خب دریا خیلی ناآروم بود. کلا این چند روزه باد خیلی زیاد میومد. بعد از تبن رفتیم بندر بساتین و حاله و اینجا دیگه رسیدیم به عسلویه. شب آخر رفتیم به سمت کنگان و اونجا موندیم. رسیدیم کنگان، رفتیم شام زدیم و رفتیم ساحل. این ساحلش توی شب که خیلی قشنگ بود، خیلی خیلی قشنگ بود ولی سرد بود. آقا ما اومدیم ساحل کنگان و اینقدر سرده که داریم برمیگردیم. نتونستیم بریم به ساحل متاسفانه، یعنی اومدیم به ساحل بمونیم ولی خب نتونستیم بمونیم چون به شدت سرده. داریم میریم به سمت خونه و دل من اینجا قطعا تنگ میشه چون شبای خیلی قشنگ و آرومی داشت و بیشتر از همه دارم برای دریا تنگ میشه. این فردی که مشاهده میکنید دایی خوشتیپ بنده است که بنده یادم رفته بود این تیکر رو بذارم. اینجا نایبنده. این لای پشت بیچاره موجه آورده بودنش به سمت ساحل و خورده بود به صخره و لاکش شکسته بود و مرده بود. بریم. های بچه ها، امروز روز آخره، ما داریم میریم یکم خرید کنیم توی کنگان، بعدش هم بریم به سمت شیراز سیتی.
Let's go. شیشه آفرین. نه شیشه. دست کن بده برامون. نه میخواد اونو برات روشن کنه. آها اوکی. روشنش کن. آخه فکر کنم تو نوری مشخصه. اوکیه بلش. اوکیه من راضیم. دستت زخمی شده؟ آره. چقدر زخم شده؟ میتونم ببینم؟ ببینم؟ نه دارم پاکی میشه. خب یه کوچولو بهم نشون بده بعد پاکش کن. اینا. وای چقدر زخم بزرگه خاله. ولی تو پسر قوی هستی از پسش برمیام مگه نه؟ کوچولو. چه از پسش برمیاد؟ آره. یعنی منظورم که تو پسر قوی هستی این زخم خیلی کوچولوه. اوکی؟ بعد از 3 روز بالاخره دریا یکم آروم شد و تونستم برم آب بازی کنم. بزن بریم. Let's go. به آب میزند. این دو نهنگ دریایی که گرفتار موجها شدند. موجی بزرگ در انتظار آنهاست. الان است که کاملا خیس شوند. بچه تینا و سارا رو ما دیگه از دست دادیم. وای یعنی اون ور دنیا نگاه چقدر دورن. شت در راه خدمت به خدا. دقیقا داری چی کار میکنی؟ میخوام چاله رو به دریا متصل کنی. میتونی اینجا رو گوت کنی به سمت دریا یه راه باز کنی. جدی میگم بابا اینجا رو بکن. اینجا بکن اینجا رو. Six hours later. این چیزایی که دست من میبینید اسباب بازی یه بنده خداست که ازش دزدیده بودن که صاحبش اومد دوست دارم. بشین خاله. چشمزار. چی میگی؟ بچه ها بس یه ویدیو تماشا کردیم. بشین خاله آفرین. خب رسیدیم به آخر ولاگ و این آخرین لحظه بود که تونستم از دریا ثبت کنم. مرسی که همراه من بودین. تا ویدیوی بعدی خدافظ. ما امروز داریم میریم کجا؟ پدر پارس مرشی بخریم. داریم میریم خرید کنیم. ماشاءالله